السلام علیکم برادران مسلمان. مسجد بزرگترین تاجیکستان که حالا میخوایم درباره‌اش معلومات دهیم از 5 اکتبر سال 2011 به ساختمانش سر کرده بودند با همکاری دولتی قطر، یکی از دولت‌های عرب. موافق بعضی معلومات‌های دریافته در یک مورد می‌توانند 133,000 نمازخوان در حدود این مسجد نماز بگذارند. در داخل خود مسجد 43,000 نفر نمازخوان جای گرفتنش ممکن بوده است. مسجد از گنبدهای زیاد، از حجره‌های زیاد تشکیل یافته است. 178 در دارد می‌گویند. مسجد با نام امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت گذاشته شده است. موافق معلومات دریافته ما، خانه اساسی داخل آن 1 هکتار و 10 ساتق جای بوده است. درباره مسجد می توانید معلومات را از شبکه‌های اینترنتی یوتیوب کابید و من در آخر ویدیو هم بعضی از آدرس های آن ویدیوها رو میگذارم. میخواهید تماشا کنید، معلومات زیادی دریابید. برای گشاده شوی این مسجد که سال روان ماه ایون سال روان انقدرش گشاده شد، پرزیدنت خود تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت قطر یک جا گشاده بودند. مسجد مذکور در پایتخت دولت تاجیکستان، یعنی در شهر دوشنبه جایگیر است. معلومات هایی که دریافت کردیم همین بود. دیگر معلومات ها رو میتوانید از شبکه‌های اینترنتی که تا قدر امکان عددش رو به شما میگذارم تماشا کنید. رحمت برای اعتبارت. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا
المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله İlahi hemrehem iman kuni Ya ilahi hemrehem iman kuni Telqi can kendenem asan kuni Telqi can kendenem asan kuni Rahmete deryayı ağam esbi kenar Berserem her lahzeyi selam kuniyim Rahmete deryayı ağam esbi kenar Berserem her lahzeyi selam kuniyim Nur-i iman derdilem mehkem bikün Hem halas az çengeli şeytan kuni Gufte-i la teqnetu min rahmeti Hab gafuri va'deder Kur'an kuni Gufte-i la teqnetu min rahmeti Hab gafuri va'deder Kur'an kuni هم بحقي داس فوتد يا كريم هم بحقي داس فوتد اي كريم قد
قطر از کوثر احسان کنی قطره از کوثرت احسان کنی در شبی اول بگوری تنگ و تار اندر آن شب ساعتی مهمان کنی بر سوالی حضرتی منکر نکیر یک ترحم بر منی حیران کنی خانه ای گورم که پر از مار مار خانه ای گورم که پر از مار مار روزه ای از جانبی رضوان کنی روز محشر از صراطم بگذران سوی جنت هم بری شادان کنی سوی جنت هم بری شادان کنی من غمینم من غمینم هم خجل از کرده ها با تجلای خودت خندان کنی یا رب امروزم که من مهمان تو وقت رفتن بر سرم نیکان کنی سائل بیچاره آمرز از کرم هم حسابی